سلام دوستان، امیدوارم که حالتون خوب باشه. به یک ویدیوی آموزشی دیگه از لینگو پلاس خوش اومدین. توی مکالمات بعد از سلام علیک اولیه مردم معمولاً حال همدیگر رو میپرسن یا جویای شرایط یکدیگه میشن. توی ویدیوی امروز اومدیم تا با کلی جمله و اصطلاح متنوع راجع به این موضوع با شما باشیم. How do you do? How have you been? دقت کنید که در این اصطلاح ما دو نوع و داریم. وی اول که همون W هست و به صورت وی گرد تلفظ میشه، پس میگیم how. و وی دوم که در حرف وی هست و مثل فارسی تلفظ میشه، بنابراین میگیم have. How have you been? How have you been? جمله بعدی که در رابطه با این موضوع میتونیم استفاده کنیم هست What's new? یا What's new with you? What have you been up to? How are you doing? How's it going on? What's the latest? What's up? یا مخففش که بیشتر در جمعای دوستانه استفاده میشه، به خصوص بین نوجوانها میگن Sup? How are things? یا How are things going? جمله جالب بعدی هست How's life been treating you? جمله معروفی که همتون بلدید How are you? و در نهایت How's everything? یا How's everything with you? دقت داشته باشین که هر کدوم از این جملات رو بهتره در شرایط خاصی بسته به اینکه رسمی، نیمه رسمی یا غیر رسمی و خودمونی هست استفاده کنیم. اینجا میتونید ترتیب و کاربرد اونها رو در شرایط مختلف ببینید. این نکته رو هم به خاطر داشته باشید که How are you و How's everything with you میتونه بسته به این که با چه لحنی بیانش میکنید هم در شرایط غیر رسمی و خودمونی و هم در شرایط نیمه رسمی کاربرد داشته باشه. حالا اگر در ارتباط با کسی فردی از ما این سوالها رو پرسید چطور جواب بدیم؟ پاسخ به این سوالات بسیار متنوع هست و ممکنه هر کسی با توجه به شیوه خودش جواب بده. اما توی ویدیوی امروز گلچینی از جوابهای احتمالی رو که شما میتونید استفاده کنید براتون آوردیم. در پاسخ به How do you do که یک جمله بسیار رسمی هست و معمولاً در برخورد با کسی که اولین بار میبینیمش استفاده میشه، معمولاً جواب خاصی نمیدیم، فقط به علامت تایید سرمون رو تکون میدیم و تکرار میکنیم How do you do? I've been great, thanks. Not much, just the usual. Not too much, just the usual stuff. I'm doing well, thanks. یا فقط بگید doing well, thanks. It's going well, thank you. As usual. Never better. Nothing special. Anything new with you? Nothing new, just relaxing. یا اگر برعکس سرتون شلوغ هست میتونید بگید busy as always. Not bad, can't complain. Pretty well. همچنین بهتره در ادامه پاسختون شما هم حال طرف را بپرسید. به عنوان مثال در پاسخ به How are you بگیم Never better. How about you? Everything's going fine. How about yourself? مطمئنم با خلاقیتی که شما دارید کلی جمله ترکیبی دیگه میتونید از همین اصطلاحات بسازید و در شرایط مختلف استفاده کنید. اما پیشنهاد میکنم همین سوال جوابها رو هم بارها و بارها تکرار کنید تا ملکه ذهنتون بشه و در شرایط واقعی بدون فکر کردن بتونید ازشون استفاده کنید.
خب یک بار دیگه به آخر ویدیوی آموزشیمون رسیدیم. امیدوارم که لذت برده باشین و کلی اصطلاح و جمله جدید یاد گرفته باشین. اگر از ویدیوی امروز خوشتون اومده حتما لطفاً ما رو با لایک ها و کامنت هاتون حمایت کنید. دکمه سابسکرایب رو هم بزنید و اگر در بین دوستانتون کسی رو میشناسین که به یادگیری زبان انگلیسی علاقه‌مند هست، کانال لینگو پلاس رو بهش معرفی کنید. تا یک ویدیوی آموزشی دیگه همتون رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار.